سلام علیکم مندنا باشین. خلیفه جان اشتنه؟ بیدیت جان جوره؟ اول خوبه؟ زنده باشیم. دلچینی بیایید بعد. یک 2 کیلو گوشت خلیفه جان بده. بعد 2 کیلو گوشت باید خاطر کمی بله دادی من گفتم که زنگ زد و من گفتم خبر شده کم چه زنه گفتم که 2 کیلو انا گوشت انا چیز کنیم انا بستو با ما بیار اگر بخور زاده خمو یا گوشتا خوبه درجه یک بده خلیفه نه خوبه گوشتا خوبی همه خیلی انا خلیفه جان 2 کیلو گوشت میستن غلط کردی که ببر مثلا خوب انا به دادی من بگو که بگو اینا رو گیلک رو شما لی کرده خیلی بینیم خیلی بینیم بله سلام علیکم مندنا باشیم عباس جان بعد خوش آمد الک کن کار کردی؟ چی؟ تو هم یک ماه روزه رمضان تو معرفی کرد اون قصه بی که تو بری کم یک شو در میان مثلا هر دو شو یک دفعه بری کم گوشت بستیم بیاریم و افطار به خود تیار کنیم ما حالا برفت کنار سروی کنم 10600 به تو گوشت بردی ما به همه که برفتم دیگه اشته گوشت میبردی هر پیره چندی میبردی؟ خب ما برای همه تا ما اما تا که میرفتم میگفتم مثلا 1 کیلو گوشت بدین یا بیشترتر هله بدین مثلا گوشت انا میداد قصاب دیگه گیلک تو نشی همه هر دفعه میرفتیم 1 کیلو بیشتر گوشت بده اینا رشته میخوردیم برای من رمضان به تو گفت اکبر هر پیره که میری 1 کیلو 2 کیلو گوشت بخور بستو گیلک جو راست خور بگو حقیقت بگو هن روزان خلاص شد برای کار خورم اینا رو با جامعه میبردی اگه تو هر پی روز 100 به تو گوش میسونی 100,000 پی میشد 100% تو رو برابر بودی می گوشتار بیخیام روز 200 پی تو میسونی بوری 6,000 میشد هم یک برج ما روزه کجا کردی راست خور بگو مردم نه من 100 دفعه میتونم گفته که برو انا چیز کن 1 دفعه گفتم 2.5 کیلو بدیم 1 دفعه ماشین 2 کیلو 2.5 کیلو ببردم با داده خوب جو غله داده خوب ها نه من برو حالا تو روخ کرده رمضان برو بستم ما به نسبت نه به نسبت خونه آوردم 1 دفعه انا پس ایت بوده خوشم گفت من ماست خدای قصاب جنجال کنم که گیلک نفس گوشت نمیره وقت کتابچه بیرو کرد که نوشته بوده که دیدم و چشا ساق با قبول کردم ما برفتیم که ثواب کنیم کباب شدیم برای من رمضان نمیفهمه که توی تا غلطی تو با قوم خش خو گوشت بگو من چه میفهم خوشم گفت دومان جو اونجا وقتی که به شما گوش میده چی میگه هر چی که ماست باشی گوسفند میگه گفت خوشم میگه در روز 1 گوسفند هم بیاری پولا شما رمضان میده برو 4.5 کیلو برفتم به جناب آوردم ما یک گوسفند استوندیم 8,000 پی شد تو 10,600 پی گوشت بودی در قصبی همون زرد شده نه پس چه زرد شده بیا که بریم قصبی به تو نشون کتابچه ما باشه برم بالا آخر رمضان بگم دیگه نمایک بسته دیگه بسته که ما به شما ثواب کنیم یا کمک کنیم بفهمیدی قوم خیش خوبی ما مولک رمضان سیر کرد یک گوشت قوم خیش خود هر پیله 2.5 کیلو 1 کیلو گوشت میبردی تو 4 نفر آدم شما بخونی خب ماشو 100 دفعه به خود داده خوب بردم 1 دفعه 4.5 کیلو با خونه خوشی خوب خوب کاری کردی 4.5 کیلو سر بدیم ما برای خورم اصلا بگم اصلا برای من نمیفهمه تو اشته دی
بس اشتنه برو کام بیا کنی؟ من داره بسته کردم ها آه خوب کار کردی خب برفتی حساب قصابه بکردی دالا حساب کردم خب خوب لالا شد من تعجب کردم چرا؟ لالا برفتم و قصاب گفتم می حساب کنیم سکم چند گوش بردن گیلک اینا نه چوی گیلک بیچاری مسکین داره بدر یه خنکنده یاد رفته گوش نبرده یا کم برده یا دلی نشویده اشته بوده اما با هم 12 دفعه گوش بردم اما یک ماه اینه چرا بیچاره نمیفهمم لالا تو سعی کنم به این مسکین گفتم این ما رو دار برو حداقل هم گوش بستو کم خودم مادر خوب برو را خوب بری این بیچاره نرفته مثل که مادر بزی گفتن نرو که بعده نمیفهم لالا تو ما که گفته 12 بیشتر نبرده خب لالا هر دن که رخ شاب قصری بخورد طرف قصری برفتیم 10,600 روپیه پول تحویل کنیم به قصاب چرا 10,600 روپیه 10,600 روپیه 10,600 روپیه آخه ما که پیش ما روزه حسابا قصاب همر پاک کردم که 10 روپیه از من ماست با حساب چی بده 10,600 روپیه همین 1200 که گیلک ببرده همیناه دیگه 10,600 روپیه لالا رمضان گیلک برده ما را تانه به شما گفتم که 1200 گوش برده 10,600 روپیه گیلک برده ها از شما کسی نیه که بپرسه که شما بفتیم به کی کمک کنین به کی راست ثواب میگی کنین عباس بیشتر نمیگه لالا راست دم کتابچه که بده کرد گیلک نوشته بوده هر دفعه که میگه میای 1 کیلو 1.5 کیلو 2 کیلو تا 4.5 کیلو گوشت که ببرده من از تارتوق بپرسیدم میگه یک دفعه 2 دفعه به خوشو بردم 3-4 دفعه هم متعدی بردم خوب گوش دارم بالخش خود گوش سر کردم لالا من تو زور ندادم به کلی ازی که چی بگین آخی قصاب اشته آدمی بیده که مرز عقل نمیکشیده که برادر من بزی گفتم تو برو حداقل شاوی 100 روپیه گوشت بستو هم بسته می ما رو زر تو شاوی 100 روپیه گوشت بستونی 100,000 روپیه میشه آخی 10,600 روپیه برفته با قوم مقابل خود گوشت استونده قصاب چی به قصه اونه قصاب میگم من میگم بیا 10 کیلو بستونه پولا خور میستونه او به قصه اونه آخی گوسپند ما ما خودی تای میکردیم میگفتیم هر شب که میاد 100 و بیشتر گوش نده ایلاف کنه مدیر گپ داده برفته خو داده خوره واسه گوشت کرده به ما رمضان خوشوقم مثلا گوشت برده بخونه میگه بخونی خوشوق 4.5 کیلو گوشت بردم خوب گوشت 4.5 کیلو گوشت این مثل که بمبالی ایدی اگه بولده افتری بردم بمبالی امینا گوشتارم به اسم ما قصبی رفته گوشتا مفتی پیدا کرده این میدم مادر از ایشتا آدم بیعقل بیده که بچه خود یک سره به قصبی کشتارگاه کنه بوده یا بانگی بیده باشه که برای یک سره بستونه و بیاره اصلا به شما کی میگه برین ثواب کنی و به یکی کمک کنی ما این چیزا برار جون من چی میفهم گفتم آدم ها غریبی هم ندارم چیزی حداقل هم یک توری گوشتی بهم سحری باشه که بخورم آدم ها غریبه دیگه مگم 10,600 به تحویل همون راست بوده که بری که ثواب کنی کباب میشی تو سعی کن که اینا چه کار میکنم دیگه به من پند شد که 10 روپیه به کسی بودم یو جیستنی اشتنه جنجره شکر چی یا گفت هستن خیریته دم خنیبه سلامت به شیشته بدن نزبت من شکر خوب بیدم خوشوم همه لکه خوب بیدم یا شما خوب بیدم ها گیله گیله بیخی روزا با خبر حوالی نیه برو چی رقمه چی؟ از این که مثال گوش میویدی یاد نمیاره آها خب چه رمضان که خلاص شد ماه مبارک رمضان خلاص شد دیگه گوش نمیده نه بابا آه یعنی یکی به ماه مبارک رمضان می همه مال بابا به مقصبی روح که خوب رمضان گفته کنه بزی گوش ماه بیایم بده منه بازنه چه شدن حالا با ما را عباس برای بدیدن همال یه بدم کوچه بیدن انا گفته تو برفتیم چون 10,600 ما بیعقلی از ابون مخطا رکم چون 4.5 کیلو بودم به خوشی خو نمیگفتی دیگه گناه خودتونه حالا من خود چی میفهمیدم گناه خود من خواسته من عقل من نمی آمده پیش من که من بگم عیاد من بره مثلا گفتم چیزی یک باری گفته چری تو به خوشی خود بدی گناه به خیر خوشی تو بخوره خوده میگفتی خورم بگفت منطب نام تو نام خوده خانواده خود گفت چرا من گناه بخورم دیل تو گناه بخور میگفتی وقتی ما روح کردی دیگه برفتیم بستوندی دیگه حالا با پیشیمونی مادر ما گفت اگه لک دوماد مردیدی برای بگو دوماد جو اگه گشمشتی در اگه دروکی داره با بیارم نه دیگه آدم اینجا دیگه هیچ دیگه فیصله شد دیگه عزیدم که تیر شد نمیده دیگه برای ما جون بگو یک ماه دیگه همین خیر خور پیشه کن برو به قصدوی دیگه من روح کن حداقل همیشه کم بخندن ما چرب میشه پیری چربی میگیره دیگه نمیکنه
نه دیگه میگم نه خب عباس برای مرا مال بدید یک جنجال که گفتم شما چرا 200 ساعت خب دیدی؟ نمیگفتی گیرن بریویده. بابا قصاب گفته بیا پولا مار بده. خب میفهمون تو مگر در نمیگرفتی نمیشو. نه دیگه برو خیره. من نمشته یه دیگه به اسم من نمشته، نمشته یه اسم من برو کتابچه و نمشته یه میفهمون. آها همون روز اسم من نمشته که آه چیه؟ اسم من برو کتابچه مرتکه نمشته یه مقبول نمشته بود من به چیشا سر خوبه دیدم که جی نمشته بود آره برو یه دقیقه زمین می با بیلا. یعنی میگم من اسم من میفهمه که نمشته میکنه